بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. پروردگار همه شما را در امن در پناهش نگهبان باشد و هر کجایی که باشین در امن و حفظ پروردگار باشین. همدیران و هموطنان عزیز، امروز ما در برنامه 26 قدرت و حقیقت قرار داریم و پیرامون موضوع مهمی را که این هفته در اخبارها نشر شد صحبت خواهیم کرد. ما اسم موضوع را به این نظر گذاشتیم که آیا بازگشت به وطن چی امکانیتی را برای ما فراهم می سازد؟ آیا ما در صورت بازگشت به وطن به جزا، یعنی که به زندان محکوم کرده میشیم، یا اینکه از جانب حکومت دیکتاتوری امامی رحمان بخشیده میشیم؟ به همین مضمون ما برنامه را آغاز میکنیم و پیرامونی همین موضوع طول یک ساعت صحبت میکنیم و در آخر برنامه پیرامونی موضوع انقلاب که موضوع همیشه ماست و صحبت خواهیم کرد. البته همدیران و هموطنان عزیز، همونطوری که شما میدونید مبارزه حرکت سیاسی گروه 24 از سال 2012 آغاز شد که مخالفت یک طرز گوناگونی مبارزه را در ساحه یا در فضای سیاسی جامعه تاجیکستان گرفت. تا سال 2012 در فضای سیاسی جامعه تاجیکستان مبارزه اصلا طرز دیگر بود و در اونجا در داخل وطن حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان، حزب دموکراسی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان و دهها حزب‌های گوناگون و افرادهای گوناگون در جامعه با طور گوناگون مبارزه می‌بردند و هیچ گونه تندگرایی، یعنی مبارزه تند در مقابل حکومت امروزه موجود نبود و همه به طریق خود در مقابل امامی رحمان مبارزه می‌برد و هر کسی فکر نظر اندیشه خود را با طوری مثلا خیلی آرام و ساده بیان میکرد. ولی بعد از سال 2012 عمرعلی قوبتوف که تجارت از جانب حاکمیت گرفته شد و به خارج کشور فرار کرد و در خارج کشور حرکت سیاسی گروه 24 را تشکیل داد و از اینجا آغاز شد مبارزه‌ای که طور دیگر بود، یعنی سخت گفتن، تند گفتن و بیدار کردن مردم عادی در مقابل حکومت. تا امروز احزاب‌های سیاسی کوشش می‌کردند که با جامعه عمومی تاجیکستان کار نکنند، بلکه یک الیتی را تشکیل کنند، با الیت‌های سیاسی، با اهل فرهنگ، اهل قلم، اهل علم تاجیکستان رو چیکار کنند؟ دیگرگون کنند. ولی عمرعلی قوبت وقتی که به روسیه آمد کوشش کرد از اول سال 2012 برآمدهای زیاد کند در مقابل حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف. همونطوری که ما و شما دیدیم در میدان شهر مسکو در یک تظاهرات گفت که در شیطان در تاجیکستان است، رویش رو بکشید، پوستش رو بکشید، خوگ رو میبینید و این کلمه های این جمله را استفاده برد که واقعا به دل مردم که سالها حرف نمیزدند، سالها منتظر بودند که چگونه ما همین حالت شاخ شده را از بین برداریم و بر بگردیم به یک مبارزه‌ای که در اونجا ما ترس هراس در وجود ما نباشه. این عمرعلی قوبتوف این امید و این نیت برای مردم داد و مردم واقعا هم از این طرفداری کردن و مبارزه از اونجا آغاز شد. و در همین روند مبارزه آغاز شوی ما در سال 2013 بود که زید سیدوف در تاجیکستان خواست حزب جدیدی تشکیل کند به نام تاجیکستان نو و همین حزب تاجیکستان نو که بعداً رئیسش یعنی زید سیدوف که وزیر صنعت پیشین تاجیکستان بود و یکی از تاجران موفق تاجیکستان است، فرار کرد به کشور فرانسه و در فرانسه مدت چند ماه هم در اونجا زندگی میکرد و بالاخره زید سیدوف تصمیم گرفت که به وطن باز میگرده و زید سیدوف به وطن بازگشت و نو بسته از اونی که عمرعلی قوبتوف رهبر حرکت سیاسی گروه 24 بسیار تذکر داده بودند که باز نگردین و به وطن بازگشتن و همونطوری که شما دیدین در صورت وقتی که بازگشتن در فرودگاه زید سیدوف رو دستگیر کردن و او را بردن به بازداشتگاه موقتی و بعداً ما همونطوری که دیدیم به 29 سال زندان محکوم کردن یا که به 30 سال زندان. و بعد از این آغاز شد مبارزه سخت حکومت در مقابل آزاداندیشان، در مقابل مخالفان، در مقابل حزب‌های سیاسی. عمرعلی قوبتوف وقتی که دید که دیگر نمی شود و همونطور هم از فدراسیون روسیه عمرعلی قوبتوف را
فرار دادن، سرش کردن. عمر قوت به دبی رفت، در دبی دستگیر شد، 8 ماه در زندان شش. بعد از او فرار کرد به قرقیزستان، از قرقیزستان به قزاقستان، بعدا به ترکیه. وقتی در ترکیه میرسد میبیند که دیگر راه اتحاد کردن الیت سیاسی موجود نیست، چون الیت سیاسی آماده یک انقلاب در تاجیکستان نیستن، باید با طور دیگری مبارزه را آغاز کرد و این راه روش جدیدی که در سیاست موجود بود، این بیدار کردن مردم عادی و از این طریق چیکار کرد؟ آغاز کرد رادیو کانال زیلو رو برای مردم پیشنهاد کرد و مردم به او پیوست شدن که از جمله ما اشخاصی بودیم که به این پیوست شدیم و از اینجا مبارزه مردمی آغاز گردید. و در روند مبارزه مردمی ما واقعا هم در سال 2014 زیاد کارهایی را در فدراسیون روسیه انجام دادیم و مردم بیشتر بیدار میکردیم و هر روز در میدانها مبارزه زیاد و زیادتر میشد. و نه تنها در روسیه بلکه در داخل وطن نیز در این رادیو کانال زیلو مردم ما را گوش میکردن و مردم بدون حراج با ما صحبت میکردن. یعنی آغاز مبارزه این بود که وقتی که ما رادیو کانال زیلوی تاجیکستان را تشکیل دادیم، هم در داخل وطن هم در خارج مردم آزادانه صحبت میکردن و خود بنده به نام عبید ناصری که بعدا وقتی که من کسایی که در دورزی هم پیوست میشید و یا من به عبید انصاری تغییر دادم، یعنی به اسم نسب خودم بود عبید ناصری یا که عبید الله ناصرف نسب من است و ما بدون ترس در اونجا وارد شدیم و بچه‌ها هم در تاجیکستان بدون ترس بودن. من یادم هست که بختیار یک از بچه‌هایی بودن که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن و حتی رفتن با رحمت الله زاهیروف خدا رحمتشان کند صحبت گذراندن و در رادیو کانال زیل او را گذاشتن، ما گوش کردیم و خود ایشان در بانک کار میکردن و در تاجیکستان آزادانه زندگی میکردن و هیچ مشکلی به او پیش نمی اومد و همین طریق این روند ادامه کرد ولی تهدیدها نزدیک به ماهای اکتبر از جانب حکومت آغاز گردید و همین طریق وقتی که روز 9 اکتبر روز انقلاب یا اینکه روز میتینگ در تاجیکستان اعلان کردن، همین مشکلات به میان آمد که دیگر حکومت علیه تهدیدها را آغاز کرد و بعضی از بچه‌هایی که در تاجیکستان بودن آنها را دستگیر کرد و بالاخره روز 9 به قرار دادگاه در تاجیکستان گروه حرکت سیاسی گروه 24 ممنوع اعلام کرده شد و تمامی بچه‌هایی که باید در تظاهرات می اومدن یا که اشتراک می‌کردن آنها روز 10 دستگیر کرده شدند و از جمله خودی بختیار هم دستگیر کرده شد و امید جان سالیوف یکی از برادرانی که در نوسیبیرسک قرار داشت و او نیز نفرا و نزدیکای او در تاجیکستان دستگیر کرده شدند و خودی امید جان سالیوف همون روز در رادیو کانال زیلو برآمد اعلان بیزاری کرد و گفت که من به وطن باز میگردم و من میرم بچه‌هایی که در کنار ما بودن و اون بچه‌ها را من آزاد میکنم. اگرچه عمر قوت میخواست او را خانه بگردونه که به وطن باز نگرده، ولی امید جان سالیوف به حکومت اعتماد باوری کرد و اولین کسی که به وطن برگشت این امید جان سالیوف بود و امید جان سالیوف در سال 2014 اولین شخصی که از مخالفا و یا اینکه از کسانی که در سال 2014 برآمدن و صحبت رو ناترسیده صحبت میکردن، اولین شخصی بود که به حکومت اعتماد و باوری کرد و بازگشت به وطن و او در فرودگاه دستگیر کرده شد و بعداً بردن او را به 17.5 سال زندان محکوم کردند. و بعد از امید جان سالیوف همین گونه آغاز گردید که تهدیدها در فدراسیون روسیه شروع شد و 10 نفر از جمله خب عبدالرحیم واسیف، سلطان شریف، سلیمان جابیروف، خب مهربان ستاروف، خب اینجا ده اسمهای دیگر دستگیر کرده شدند و پشت پنجره برده شدند و بعد از پشت پنجره بردن همین گونه ادامه کرد و بعد از اونها آزاد کرده شدند، برای اونها پناهندگی سیاسی در فدراسیون روسیه دادن و بعضی از اونها را با هر بهانه‌ای دیدن به تاجیکستان بودند. خود مقصود ابراهیموف را راهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان را زخمی کردند و بعدا هم برای غیر قانونی دیدن به تاجیکستان بردن، 17.5 سال زندان کردند و همین گونه ده‌های دیگر را آهسته آهسته به هر راه غیر قانونی دیده به تاجیکستان بردند و بالاخره در سال 2017 اگر اشتباه نکنم یا که در سال 2019 حکومت امالی رحمانوف تصمیم گرفت که یک ایضاحی ایجاد کند در ماده 307 قسم 3 به نظرم که دیگر هر کسی که یعنی دعوت عمومی به گروه افراطی و یا اینکه سرنگون کردن حکومتی قانونی،
اینا یه اعضای وارد کردن که هر کسی که به تاجیکستان باز میگردد دیگر آزاد است و بخشش که بپرسد از گروه‌هایی که در تاجیکستان ممنوع است دست بکشد دیگر او آزاد است و به جوابگری کشیدن نمی شود. از اینجا شروع شد بازگشتن اشخاصی که در فدراسیون روسیه بودند. بعدا دیگر آغاز شد بازگشت تمام اشخاصی که دیگر در جانشان در خطر بود و نمیتوانستند در فدراسیون روسیه قرار بگیرند، خصوصا آیت الله گلیایف به اسم فراری، فیض الله سفروف که در فدراسیون روسیه بودند به اسم مربی یا معلم، مهربان ستاروف یک از دزدانی که در فدراسیون روسیه قرار داشت بسیار مردم را فریب کرده بود که بعدا آشکار شد و فرار کرد به تاجیکستان رفت و از اونجا بخشش پرسید و دههای دیگر رفتن به تاجیکستان و در تاجیکستان بخشش پرسیدند و بعضی از اونها عین حال در تاجیکستان. حالا ما با همین قانون صحبت میکنیم که کسانی که به تاجیکستان بازگشتن در چه حال قرار دارند. ما میخوایم تشخیص بکنیم که آیا بازگشت به تاجیکستان جرم نیست و شما در آزادی زندگی کردن میتوانید یا نمیتوانید. ما همین نقطه را امروز مورد بحث قرار میدیم. چرا من از اول تا این جانب برای شما معلومات دادم؟ شاید شما بعضی هایتان از روند آغاز مبارزه تا امروز باخبر نیستید و شاید نمیدونید که مبارزه چگونه آغاز شد و در کجا چه سختی ها به میان آمد و چگونه تا اینجا اومدیم رسیدیم. برای همین من کمی معلومات برای شما دادم و عین حال ما برمیگردیم و صحبت میکنیم کاملا از در این نقطه که کسانی که به تاجیکستان برگشتن در چه حال قرار دارند، در آزادی اند، در زندان اند، تحت فشار اند، تحت شکنجه اند و یا اینکه در یک زندگی آرامانه و آسایشته زندگی میکنن و از همه از چی برخوردارند. به این نقطه ما توجه میکنیم و صحبت میکنیم. برای همین من چند نقطه ای رو در اینجا به سمت شما میرسونم. من پیش از اونه که بگردم به این موضوع یک چیزی را برای شما نشان میدم. این اعضای قانونی است که حکومت امومالی رحمانوف قبول کرد. من برای شما این را بیارم. در دوم است. پرزیدنت امر خب این اولین مقاله است. من برای شما در پخش مستقیمی را میارم. همطور که شما میبینید پرزیدنت امر داده است افراد با گفته او گمراه شده رو از خارج برگردانند. یعنی امومالی رحمانوف با زیر دستایش دستور میتید که کسانی که گمراه شدگان، حالا گمراه شده کیا هستند به اصطلاح امومالی رحمانوف معین نیست، به تاجیکستان بگردن، چیکار کرده میشن؟ بخشیده میشن و این جونه از اینجا آغاز پیدا کرد. بیا این رو مقاله رو ما ببینیم. خب بنا به یک سند که روز 17 فوریه دسترس رادیوی آزادی شد، رئیس جمهوری تاجیکستان از 4 نهاد قدرتی خواسته است افراد به گفت او گمراه شده را از خارج به وطن برگردانند. این جزء از 65 بند امری است که برای اجرای در سال 2019 پیش بینی شده است. خب بیا گوش بکنیم. در سند کمیته دولت امنیتی ملی وزارت کارهای داخله داستان کل و خدمات گمرکی موظف شدند که فعالیت خود را برای پیشگیری از پیوستن ساکنان با سازمان‌های افراطی و تروریستی و به وطن برگرداندن یعنی شخصان گمراه شده تقویت بخشند. وعده عفو. ببینید شرح داده نشده است که منظور از افراد گمراه شده کیست، ولی طی سالهای اخیر مقامات بیشتر پیروان سازمان‌های ممنوع در کشور را با همه اینا معرفی میکنند. این امر در حال صادر شده است که سال 2018 مقامات با نشر چند گزارش خبر داده بودند که 10 نفر متهم به پیروی از گروه 24 سلفیه و حزب تحریر در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به زندگی معمولی برگردانیدند. خب ببینید اینجا چند چیز نمیرسد. این نقطه را نگاه کنید. عمر مرادوف، یک ساکن ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان، سال گذشته با وعده عفو اختیاری از مسکو به کلو برگشت و در فرودگاه بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد.
دادگاه او را با تحقیر عمومی پرزیدنت و تبلیغ سرنگون حکومت طریق اینترنت عیبدار کرد. در حالی که همطور که شما دیدید در بالا گفتن که کسانی را که عین حال با گروه های افراطی همطور که گفتید اسم گروه 24 نهضت و دیگر گروه هایی که با گفتی اونا گویا گمراه شده باشند به زندگی عادی ما برگردانیدیم. اما در اینجا همطور که شما میبینید این نفر را بازگرداندن به اختیار خودش و به 5 سال یعنی 5.5 سال این را چکار کردن؟ زندان کردن. دوامی مطلب را خوریم. شریف ما رحیمه مادر عمر مرادوف روز 17 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که میفهمم خطا کرده است که حتی نمیکند، خطا نمیکند، اما هر وقتی که میبینم دیگران را عفو میکنن، حتی اونهایی را که به سوریه رفته بودن، علمم میآید. ببین کسانی که به سوریه میروند چیکار کرده میشن؟ بخشیده میشوند، ولی کسی که در مقابل اومدی رحمان پارچه حرف زده است بخشیده نمیشود. علمم میآید. پسرم 3 کودک دارد و هر بار پدرم در کجاست گفتن میپرسند، چی گفتنم را نمیدانم. به عین چنین شیوه ماه قبل مهتدی عبدالقادرزاده برادرزاده مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده بازداشت شد و حالا پرونده او در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت محاکمه می شود. مهتدی پس از بازگشت از عربستان سعودی و صحبت با مقامات انتظامی بازداشت گردید. او به سلفیه متهم می شود. ببینید دولت تاجیکستان سال 2014 با کدکس جنایی تغییرات وارد کرده است. بر اساس آن افرادی که در عضویت با سازمان‌های افراطی و تروریستی گمانبر دانستند در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی عفو میشوند. حتی از سال 2014 اینا کسانی را که باید یعنی بخشش بپرسن اظهار پشیمانی کنن بخشیده میشوند. اما همونطوری که میبینیم متاسفانه این کار صورت نمیگیرد. ما میگردیم به یک مطلب دیگر. این مطلب دیگر را شما ببینید. مطلب دیگری را ما به سمت شما برسونم. شیر سکرین. این اصلا برنامه رو ما به خاطر این اخبار آغاز کردیم، چون این اخبار در رسانه‌های مجازی امروز همونطور که شما میبینید روز 3 ایون همونطور که شما در اینجا میبینید مثلا روز 3 ایونی سال 2025 نشر شده است و بر اساس همین مقاله ما امروزه برنامه رو آغاز کردیم. ببینید وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. ببینید این مقاله بسیار مهم است. یک ساکن 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارجه به دوشنبه آمد، ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید. از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید که از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در پیش از یک ماه آخر نتیجه نداد. ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند که جنایتکار نه بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده از همین حساب به خانواده‌اش کمک میرساند. سید احمد باباجانوف خویشاوند مقصود با رادیوی آزادی گفت که این جوان نخست با مقصد و کار به روسیه رفته بود. بعد مدت خاص به اروپا برود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعدا این به ازبکستان پرواز کرد. سید محمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان مقصود را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجانوف میگوید که اتهام هیچ اساس ندارد، چون که مقصودوف هیچ گاهی با آنجا نرفته است و سالی را که
مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردن در تاجیکستان زیسته است. ببینید حتی همین نفر نه در سوریه بوده است و همون سالی را که در دادگاه براش گفتن که تو در سوریه بودی، این در تاجیکستان بود و بعدا به روسیه میآید و از روسیه به پولشا میگذرد و از پولشا میاد در آلمان و در آلمان ردش میتین، بعد از آلمان برمیگرده میره به ازبکستان به وطن، بعد در وطن او را چیکار میکنن؟ دستگیر میکنن و با 14 سال زندان به جرم سلفیه محکوم میکنن. خب قانون عفو در کجاست؟ قانون عفو در کجاست؟ زمانی که یک انسان میآید بخشش میپرسد و شما به خاطر روشن ساختن خود، به خاطر بهتر کردن وضعیت خود پول گرفتن این کار رو انجام میدید و گویا که او رو میبخشید. من اینجا یک نقطه رو برای شما ذکر میکنم که شما باید دقیق بدانید. من یک روز با یک از بازگشته ها صحبت داشتم، صحبت خصوصی داشتم. او انسان به من یک پیشنهاد کرد، گفت شما میدانید که در تاجیکستان بر همین اشخاصی که به تاجیکستان برمیگردانند چقدر پول کار میکنند. اگر یک حکومتچی بتواند یک نفر را بازگرداند 80 تا 100 هزار دلار میگیرد. یک انسان عادی را، یک کسی که مشهور نیست، مثلا یک کسی را میزنند به جرم سلفی، به جرم وهابی، به جرم نمیفهمم گروه 24 برای به جای مثلا حزب نهضت و ده ها گروه های دیگر به تاجیکستان برش میگردانند و در عوض او که ایرا به تاجیکستان برگردانیدن از مقامات از 80 تا 100 هزار دلار پول میگیرند از بودجه کشور، که من توانستم موفق شدم یک نفر رو بازگردانم. یعنی به خاطر مفاد خودشان چیکار میکنن؟ امروز اشخاص رو برمیگردونن. مطلب دیگری که اینجا منفعت دارد این است که وقتی که مقامات مانند آیت الله گلیایف، صابر ولی، فیض الله سفروف، شریف سلطانوف و مهربان ستاروف و دههای دیگر را به تاجیکستان بازگرداندن، هدفشون معین مشخص بود. یک گروه جدید دیگر، لگنبردار دیگر در تاجیکستان بسازن و از اونجا چیکار کنن؟ در مقابل گروه های مخالف استفاده کنن که موفق هم شدن. شما دیدید که وقتی که اینا اول به تاجیکستان بازگشتن، در قدم اول چیکار کردن؟ مراجعت کردن در مقابل که مخالفای حکومت تاجیکستان. بیاید همین بازگشته ها را من اسمشون رو برای شما بگیرم. چند نفر بازگشت و بعدا ما وابسته به این چند نقطه رو میگیم. ببینید از کسایی که بازگشتن در سال 2000 اشتباه نکنم 18 بود، از بازگشتگان مهربان ستاروف یک نفر، که همین مهربان ستاروف وقتی به تاجیکستان بازگشت که از دروغگوها، دزدها و بوزهایی که با حکومت کار میکرد، همین نفر وقتی به تاجیکستان بازگشت و در دادگاه وقتی که یک نفر مثلا در اداره پلیس امنیت یک نفر از مثلا میخپن به جرم مثلا گروه 24 میارن دستگیرش میکنن، میگن این نفر گروه 24 است. مهربان ستاروف میارن میگن این نفر گروه 24 بود. مهربان ستاروف میگه بله، نسبتش پرونده باز میکنه. یک نفر از مسکو به من زنگ زد، گفت که نسبت من پرونده اوی کردگیان در اساس یک چیزی که گویا من به مهربان ستاروف رو به خاطر گروه 24 پول گذراندم، در حالی که من یگان مراتبه در جای نه مهربان ستاروف رو دیدم، نه میشناسم و نه باری به همین شخص پول گذراندم. یعنی این افراد را که اینها به تاجیکستان بازگردانیدن همچون یک چوچه، همچون یک بز، همچون یک فروخته شده استفاده میکنن تا اینه که اشخاصی که به تاجیکستان برمیگردن نسبت آنها چیکار کنن؟ پرونده باز کنن و پول بکنن. وگرنه بازگشت برای چی لازم است؟ و به خاطر این همین مهربانی کثیف ده ها نفر دیگه امروز در زندانن و ده ها نفر دیگه امروز در فرارن، در حال بدی قرار دارن و نسبتشون پرونده باز شده است. و بعضی هایشان هستن که کمک میآیند، خب دلسوزم میبینن میگن نه اینا من نمیشناسم، خب واقعیت میگوین. ولی این کثیف مهربان از همون روزی رفتش تا امروز، تا زمانی که در تاجیکستان بود که هازال فراری میرود، گاه ازبکستان، گاه فلان اسماعیل جان، دروغ گفته چیکار میکنه؟ تهمت کرده میگرده نسبتی مردم.
یعنی آزاد نیست. شما نوار مهربان ستارов را میدانید که وقتی که بار اومدن در نزد میدان اسماعیلی سامانی بود یا اینکه پارک رودکی بود نمیفهمم، در اونجا بار اومدن و در مقابل گروه 24 گپ زدن و گفتن که ما از مقامان میخواهیم که گروه 24 از گروه تروریستی بردارن، چون ما برگشتیم و ما دیگر گروه 24 و گروه تروریستی اکستریمیستی نیست. بعداً دادگاه اعلان کرد که من بر همون قرار پیشینه میستیم و ایرا باطل نمیکنیم. حالا نفر دیگری که بازگشت آیت الله گلیایف بود. آیت الله گلیایف یا که به اسم فراری قبلا مشهور بود که شما همه میشناسید. قبلا هم بازم معلومات رسید که این نفر عین حال در زندان است. معلومات دقیق موجود نیست در کجاست، اما چند مدت میشه در سامانه‌های مجازی نیست، چند مدت میشه در فیسبوکش خودش نیست، چند مدت میشه با مردم در تماس نیست و بیشتر اشخاصی که حتی یک نفر از داخل زندان هم آزاد شد و اون نفر گفت که من آیت الله گلیایف در داخل زندان موقتی دیدم که در داخل زندان است. همین نفری که اینقدر بعد از بازگشتش به تاجیکستان اینقدر وفادارانه به همین حکومت خدمت کرد و هر روز میبرمد در همین منبرهای مخالفا از رحمانوف دفاع میکرد، آبرو و شأن و شرف و شخصیتش را پایان میکرد و فقط به خاطر چه دفاع اومدی رحمانوف. ولی امروز هم اخبارها میرسد این نفر در زندان است. شما هم میدونید که اینها چیکارا را انجام دادن. وقتی که ما بازگشت را اسمش را میگیریم و میگوییم که عوف موجود است، پس چرا چون این حالت ها به میان میاد؟ همین نفری که فیروز لایقوف را یا که به اسم عبدالرحمن غرمی بود که شعر میخواند در میدان مسکو بازگشت کمک کرد آیت الله گلیایف که باید بر بگرده، عین حال فیروز لایقوف در کجا است؟ به معلوماتی که به ما رسید فیروز لایقوف وقتی به تاجیکستان برمیگردد نسبتش هر روز برنامه میکنن، نقشه میکشن، هر روز دعوتش میکنن و یک روز براش یک ماشین میتین که کار کنه، کار فعالیت کنه و میاد در یک پاست نگهش میدارن و همون چرخهای ماشینش رو ضعیفتر میکنن، میراد یک جا صدمه میکند به خاطر که زبان درازی کرده بود به امام علی رحمان رو میبرن زندانش میکنن. با اصلاحی که 15 سالش دادن، نمیفهمم چند سالش دادن، عین حال در زندان است. همین بازگشته ها چیکار میکنن؟ نه اینه که اینا بازگشتن در اوج آزادانه زندگی میکنن، هر روز در جلسه های منطقوی شهری اینها را دعوت میکنن و اینها در اونجا سخنرانی میکنن. یعنی آزادی به این معنا نیست که تو در اونجا رفتی عفو شدی، یعنی تو را به تاجیکستان برمیگردانن و در تاجیکستان گویا که تو را میبخشن، گناهگار سرت را پایان میاری و میرای به همون دهاتت از جمعیتت از منطقت از محلت از شهرت از برمیگردی، در اونجا 4 تا بزی امنیتی دیگر تو را نش میزنن که حرف دیگری که بزنی باز بیای متهم به پیش اینا چیکار کنی، متهم خب بشینی بخشش که مرا در اونجا بزرگ غم میتین. نه بچه عمکت، نه بچه تقاید، نه بچه خالت، نه عمکت خودش، نه خالت، یگان نفر به تو اعتماد باوری نمیکند، میگه یا بزی اون طرف است یا بزی این طرف، وگرنه چرا بازش کردن؟ در جامعه آبروت همه میرزونن و هر هفته در مجلس های محلی، در چایخانه، نمیفهمم در جماعت، در اینجا در اونجا دعوتت میکنن، هر روز چیکار میکنی؟ السلام علیکم، اینا من بازگشتم اومدم، من در تاجیکستان آزادم، کسی مرا چیزی نمیگه، بیای بچه‌هاتون رو بر بگردونی فلان و بسم. هر روز این آبروریزی در جامعه به شما انجام داده می شود. کدام بازگشت، کدام عفو، کدام بخشش؟ همین است مگر عفو و بخشش شما؟ همین فیروز لایقوف یک بچه کم به قلب بود، اصلا نه پول داشت، نه مال داشت، نه زن داشت، نه در و خانه داشت، هیچ چیزی نداشت. همین آیت الله گلیایف فریب کرد، از روسیه گریب بردش، در حالی که پناهندگی سیاسی در فدراسیون روسیه داشت، بازگشت به تاجیکستان را بعد از 1 سال 1.5 سال بردن این باره زندانش کردن، این حال در زندان است. این بخشش است. یکی از
اشخاص دیگری که اینجا عین حال من اسمش بگیرم کجا شد عین حال اگر پیداش کنم، یکی از بچهای نهضتی نعیم جان سمیر که در چچنستان بود، همین نفر وقتی که به تاجیکستان بازگشت در تاجیکستان نوار کرد و گفت که من به اختیار خود از روسیه به تاجیکستان بازگشتم و بخشش میپرسم از گروه های افراطی دست میکشم و هزارها نوار دیگر در مقابل همین مخالفا کرد. عین حال در کجاست؟ در زندان است. یک از فعالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، میتونست از روسیه دیگر جا سفر کند. این از چچنستان اومدن رضا کردن به هر بهانه، یا دزدیدن یا به هر راه بردنش به وعده اینه که طرف چیکار میکنن در تاجیکستان عفو میکنیم و در تاجیکستان وقتی که در اوج نوار کرد و در مقابل مخالفا حرف زد، بخشش پرسید، از حزب دست کشید، تمامی نقطه را زد. وقتی دیدیم که چندی پس بردن زندانش کردن. مگر بخشش عفو همی است؟ نه تنها یا شما نگاه کنید، نه تنها اینا، ده های دیگر به مانند اینا بردن زندان کردن. همونطور که گفتم امیدجان صالح خودش بازگشت سال 2014 با وعده همین مقامات، 17.5 سال زندانش کردن. ده ها اشخاص دیگری که در روسیه بودن خودشون بازگشتن. من اسمشون یاد نمیکنم چون شاید 5 ساله 6 ساله زندان شده باشن، این حال در آزادی اند، این بار به اونها مشکل ایجاد نکنن. اونها به وطن خودشون برگشته بودن، اونها رو بردن زندان کردن. وقتی که هدف شما آزاد کردن و بخشیدن است، پس چرا از داخل زندان آغاز نمیکنید؟ چرا مقصود ابراهیموف را آزاد نمیکنید؟ چرا نعیم جان را آزاد نمیکنید؟ چرا سلیمان جابروف را آزاد نمیکنید؟ چرا سهراب ظفر را آزاد نمیکنید؟ چرا نسیم جان شریپوف را آزاد نمیکنید؟ ده های دیگر را عفو نمیکنید که دیگر خودشون بازگردن. اگر هدف شما عفو کردن باشد، اگر هدف شما بخشیدن باشد، پس چرا در قانون جاری نمی کنید که هر کسی که به وطن بازگشت به اختیار خودش دیگر او نیاز به بخشش ندارد، او بیاید آزادانه از فرودگاه بر بگردد برود خانه‌اش؟ چرا این قبول نمی کنید؟ چرا انسان ها را سرکج در پیش دشمنان ایشان میکنید؟ اگر کسی بازگشت باشد اجازتش بدین برود دیگر. خب همون بازگشتش خودش معنی است که دیگر از گروه ها دست کشیده است. چی نیاز است که باید پیش شما برد و بخشش بپرسد؟ اگر اون قدر عفو کردنیت، پس عفو کنید دیگر، بگه که هر کسی بازگشت دیگر تمام. که بعد ببینید که مردم باز میگردن یا نمیگردن. یک میده آزادی به مردم بدید. مردم رو دعوت میکنید میبرید در اونجا، هر روز مجلس، هر روز جلسه، هر روز ظلم، هر روز بزکانتون در کنارشون میگذارن، نمیمونین خشتبارشون مقدسشون سلام علیک کنن. هیچ انسان اعتماد باوریشون ندارد دیگر. عاقبت میبرید با زندانشون میکنید. عفوتون کجا شد؟ بیاین قانون از بین ببرین دیگر. نه عفو موجود مونده است، نه بخشش موجود مونده است. هیچ چیزی در ادبیات شما، در لکسیکون شما موجود نیست. شما فقط به هر بهانه فقط یک انسان رو چیکار کنید؟ دروغ گفته برید به وطن و در اونجا چیکارش کنید؟ برای زندانش کنید. به هر بهانه 1 سال 2 سال زیر نظارت میگیرید، 3 سال به یک بهانه دیگر میبرید چیکارش میکنید؟ پشت پنجره. آخه این است مگر وطن داری؟ این است مگر دولت داری؟ این است مگر به این ملت خدمت کردن؟ یکی از اشخاصی که فیض الله سفر، یکی از مربیان دانشمندانی که امروز در تاجیکستان در دانشگاه درس میدهد، همین بچه بسیار دانشمند است، چون در سیاست دست زد، در مقابل حکومت دست زد، امروز رفته است در تاجیکستان، بخشش هم پرسیده است. در دانشگاه تاجیکستان، اصلا در یک دانشگاه دولتی که ربط داشت با تاجیکستان، اصلا راهش ندادن.
براش امکانیت فراهم نکردن، رفت در دانشگاه اسلوونی امروز روسیه کار میکند و علاوه بر این هر روز در این جلسه و جلسه فیراجش میکنن، وبسایت ساخت برای گوگل تاجیکی را ساخت، هزارها تلاش کرد، براش هیچ فرصت از جانب حاکمیت نمیتین. هر روز میدود کار میکند، خدمت میکند. چرا براش امکانیت نمیتین؟ چون میدونند که دیدی مخالف داشت و امکان دارد این بار دیدی مخالف داشته باشد وقتی این کار رو انجام میتین موفق شود. براش هیچ امکانیت نمیتین. بازگشت همین است مگر شما نبخشیدید؟ پس مشکل او در چی است که شما او را اجازه نمیدید که کار کند؟ مشکل در چی است که برای او کمک نمیکنید که برای ملت و خدمت وطن خدمت کند؟ سلام علیکم برادر محمد، بفرما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله مهربان، امیدوارم همه کسا خوب هستین، سود هستین. زنده و سلامت باشید. تشکر برادر، امیدوارم شما تنسیت و سلامت باشین. الحمدلله الحمدلله. رحمت منت داریم برادر. همین یک تک ما خدمی نمی جبر دیده و الله قسم کو پدر ما بودن، مادر ما بودن، برادر ما بودن، تو فرزند ما اینستیتوت خارج کردن. زوره میکنن که بیو ما میبخشیم. و ما گفتم ما چی گناه کردگیم، کی را کشتگیم، مخی کدام یک کوری بزیب کردگیم. والله قدم تو فرزند ما، والله قدم دانشجو بود، ای اینستیتوت خارج کردن، گرفتن ارمیا بودن. چه موقعی حکومت باور کنیم؟ کدامی حکومت؟ حکومت نیست، او یا اویلوی ای چهار تا دیگه اونم درگیر شد، فقط پشتیبانی های همو میکنن. مو همی مردمی توجیک برای همو را فقط کار کردسته. برای چی نواسای او میتونه لامبرجی دیخط بگرده، یک آدمی دیگه اقلا توبه کردن تو ولاسپید نداره. آخه نویرش نه علم نه دانش نه معرفت دارد. همین فیض‌الله سفرف که بازگشته است، این علمش بسیار بهتر است. یک برادر، یک بچه بهت با سواد است. در دانشگاه چند قدر درس داد، عین حال در دانشگاه اسلوونی درس میتید. داده ها را یک وبسایتی که مثل گوگل است، براوزر او را ساخت و هیچ کمک براش نمیکنن تا امروز که بتواند در تاجیکستان خدمت بکند. پس بازگشت دروغ است دیگه. اگر بازگشت، مثلا آیت الله گلیف امروز به معلومات زیادی مردم در زندان است، فیروز لایخف امروز در زندان است، همین دیگر بازگشته ها در گجان، هر روز در این جلسه در اون جلسه رفته بازی کرده گشتن. مهربان ستارف هر روز یک نفر فروخته و از پشت او دیگران را زندان کرده شدن به خاطر که خودش باید الله نعلت کنه. اگر کسی باز میگرده در مقابل برادراش باز میگرده، هزار نفر دیگر را باید بفروشه. انشالله امیدوارم، والله قسم امیدوارم که نزدیک آمده، انشالله رحمون مردم بیدار شدگی، والله مردم بیدار شدگی، انشالله نزدیک آمدگی. خدا خواهد نه شب خواهی با فکرم، نه روز دارم روی سمالیات خواهی با فکرم آمودم. نخواه که همین قدر جبر شود، ستم شود برای مردم. شما برای که برای که پریزیدنتی خدا بزنته همین مردم نباشد چی در کوری؟ همون 10 مرده این قوده ما کشتی که پیر شدی پوز بلاوی گروه رستی. بله بس بودگیست توخی ما خودم همچون والله بلا قسم ما همچون بیفشی کارگری مقامات والله قسم را پدرم گفت که بخشی شک پیش گفتونده یه جناح گفت یراق میگیری با سر کیره میره. گفت اگر که بس نکنی والله قسمی کار پیشتر رو به سال 2008 نه 10 بود 8 هم کیلو بود. بله لیکن امروز در بستر خودم اومدم و روز اینا والله قسم بیهوده دل کردگیان چند نمود بدل خود چون جنایت در سرم زدگیان.
اوخه گناگور ما قطیما گپ زده نمرو ما میدونین تو کاغذ روی کدین که بنویس روی که اوخه فرزندی ما مثل پدری ما مادری ما چی گناه داره یا برادری ما چی گناه گوره که بیچاره پدری ما 80 رفته بیچاره خودش میبرین که عذاب میتین های کشتنین بر بکشینشون والله قسم ما امروم یا بار نیست ما 3-4 بار بودستم والله قسم ما امروم نمیگردم الله شهید فرزندم دا پدری نکنم ما امروم نمیگردم بر اونم پدری مرا مادری مرا همو برادری مرا همو اپا و خواری مرا بر بکش الله شون بزا کی همی ای پشتی مرده همو مردمی مظلومی توجیک آزاد شود بله یکم گپمون بلند رفته باشه خطا رفته باشه مشکل ندارم برادر رحمت الله برادر حسن بفرمایید اگر چه گفتنی باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عبیدالله. سلام با کل تماشابینان. باور که واقعا یا موضوع بهترین موضوع را پیشنهاد کردگی این چیزا واقعا هست. این رحمانو در طول 30 چند سال اکو هیچ کی را عفو نکرده اکو میخیزه یا را عفو میکنه. عفو رحمانو دروغه. اگر رحمانو اگر عفو میکردگی میشید اگر هیچ وقت به خانواده مردم دست نمیزد. وقتی که اگر ما همچون شهروند اگر در جای باشم به خانواده ما باید نمیرفت. وقتی که به خانواده یک آدم را از ظلم میکنه و یک جا عفو میکنه. عفو کنیش همی باشه اگر دروغه. رحمانو هیچ وقت عفو نمیکنه. مردم هیچ وقت به گپ رحمانو باور نکنه. ای با حکومتی که داره الان مثال گپ چکده سه یگان تاو راست نمیگه. وعده‌های دروغ میتن. بیان که ما عفو نکنیم. واقعی اگر که ما اگر یگان جنایتکار نیستیم ما یگان کاری بد نکردیم ما برآمدیم ای حق خودمان ای حق ملت گپ زدیم که مردم هم خیلی گپای وقتی که اگر سخن حق بگویی رحمان و اگر همچون جنایتکارت بکنه اگر پس فکر که ایت باور داری که گیره افتاد کنه این چیز امکان پذیره. مردم هیچ وقت فند فریب نخورین تا حد امکان دارین جان مثال اگر طرف رحمان و گپ زنین هیچ وقت برگشتن عفو کردن به کله نگیره نمیکنه دروغ میگه. این همی چقدر که روزی برادر عبیدالله چندین کسا را برآورد که گپ زده ایچیزاشون کو امو را یک شعف کردگی نه اوخی نبراد میبروره پراتی خوب در همونجا خدمت میکنه و با میبرش کنی زندانش میکنه. او آدم صدقا رفت که مرا عفو میکنن گفته نه که یگان جوی عفو کنیش معلوم نیسته. و همون خاطر گفتنی مردم هیچ وقت فن نخورین رحمانو هیچ وقت عفو نمیکنه. و این برادر رحمت الله این همین امید جان صالح در سال 2014 روز 10 وقتی که اکتبر نشید همین انسان روز 11 برمد همون روز 10 الکه برمد در یک گروه با عمرال قوت جنگ کرد و با تمامی برادرها جنگ کرد. گفت که من میرم وطن میرم. دهان بچه ها را گفت بگناه قبیده زندان کردگیان کسایی که در همون تاجیکستان با من صحبت میکنن من باز میگردم میرم. به حکومت باور کرد بازگشت رفت. روز 10 اکتبر سال 2014 اولین کسی بود که به این حکومت باور کرد بازگشت رفت. هم قیفا نرفت روز 12 بود یا کم روز 11 بازگشت رفت در تاجیکستان قبیده بردن 17.5 سال زندان محکومش کردن. 17.5 سال. خیلی نگاه که همی بعد افکنیه غیر از او یک بچه که در همون شهر نوسیبیرسک یک فوتبالکر را مثلا در دستش قبیده بود یا در همون جلسه اشتراک کرده بود. همین خیلی هیچ که نمیشناسش همون انسانا نه از گروه 22 یگان کس همون کسی در همونجا دیده ایش همون برده خبر رسونده که این همین نفر در همون جلسه بودگی بردن 17.5 سال محکومش کردن. او خودش بازگشت رفت تاجیکستان هم سال 2014 17.5 سال زندان محکومش کرد. بچه اما خیلی انسانایی که مقصد خبر میکشن و فکر نمیکنن فکر خانواده خچونه که پگه یک کس نسبتی همو هم خیلی کنه یا که چی فکر نمیکنه که همون انسان این ما خرشای نمی برم
میگومش که این هم خیلی اگر هرچی هم نباشه او یک بار فکر نمیکنه یا که او خیال میکنه که دیگه ابدی همه خیلی نه اخی همه انشالله روز میشوه که رحمانوف سرنگون میشوه خوی نخوی نه که او جواب میتن هگامون چقدر روی خانه میگن که نزن دری کسی را که به شته میزنن در تا این گپ ایشالله رحمان حقی حقیقت. من خودم دیدگیم همین آدمایی که دروی مردم کوفته بودن دروشون شتق دیدن و الله قسم یک چیز من خودم شویدم ایشالله او همش وقت ساعت شقتی یک تا به یک تا جواب میتین در نزد مردم. آخه اول این همه بدبختیشی است که اینو در عوض اینه که این بچه‌ای باز میگردن در عوض بازگشت اینو بسیار ذلت قرار داره بسیار ظلم میگردن همین بچه‌ای بازگشتن من همون محکومات عمودا ما کار کردگی مکوای و الله قسم کو وای فرزند خود چنه میبخشه و الله قسم که ما یگم جرات یگم گناهگار نیستیم یگم آدم مثال قتل نکردیم رنگی او یگم بسر یگم کسا مثال یاروغ نبرداشتیم بسر یگم کسا یگم کار دیگر نکردیم و الله قسم که یک کمت استاتیا زدگی ما فقط چیکار کردم همین لایک موندم دفاع کردم. این باور که استاتیو را میگو استاتیو در حکومت تاجیکستان در حکومت رحمانوف یک رنگ زاکوسکای باور که چیچ خویا چیزی بخواه میزنن استاتیاتا ما باور که اتو گفته گپا در تاجیکستان همون سالو نبودم همیدی نه که استاتیا ما رو زدگیم با بعد ایو سالو گشته تاجیکستان رفتگیم هیچ نه محکمم کردگیم نه اگون کورم کردگیم گشته اومدگیم نه که استاتیا ما در 2009 سال در دلای تاجیکستان که ما 2010 سال 2017 سال گفته گپا رفتگی اومدگیم آخران بارم 2017 رفتنم اگر 2009 دلای ما میشید و چی به ما را میساگم نقبیدن در تماجنیا که میساگه در تاجیکستان ما یک قطعی کودکم گشتم همش بیشتری از چوش تهمتن همطوری گفتم من در اولی برنامه گفتم همین مهربان ستار 10 نفر رفته است تنها فقط امضا گذاشتگی است که همین گفتن همین نفر میشناسیمش همین نفر پول گذرونده است این نفر کامنتر نوشتگی است این نفر فلان اینم دروغه نسبت مردم پرونده او کرده شدیان از مردم در عوض یک کس یک پرونده او میکنه یا زبان میگیره اول در عوضی که همون را بو مجبور میکنه میکشنه میوره $100,000 دیگه میکشه میگیره از هم بودجه کشور برای آوردن یک نفر این بیزنسی اونو هست نیک راستی همو راست با همه حکومت رحمانو گفتنیم که وقتی که یک آدم دیله میشکوین اول پیشکی خوب فکر کنین که همون چی گناه کرده که هم را دیله وقتی که دیله را میشکوین این امی چخیل شما حتی دکزت کرده نمیتونن چخیلی که امی 2009 سالگو وقتی که ما را در روسیه قبیدن گفتن که تو هم خیلی دیله کردگین تر هم خیلی سالو گفته گپو حکومت چی رحمانوف کگبی رحمانوف داوجی سوگه میگه 2009 سال ای میسوگه با می گناه را کردگی خیلی میگن اوکی میگه با میگم 2009 سال اگر که باشم من شخه میگم 2010 رفتگیم 2017 رفتگیم ما را بازداشت نکردن بعد دیده که حکومت روسیه که دید که واقعا که ما همی گفت چه خیلی گفت رفتگی ما گفتم او وقت اختی زدن گفتن چه خیلی رفتگی یگون گناه ندور از نچ بعد سرم دادن یا باور که تماتی زیاد میزنن نتونستن یگون کار کرده و خاطری که ما یگون گناهگار نیست ما یگون کاری بد نکردم ما برآمدم فقط حق خودم گپ زدگیم ای حق حقوق باید هر شهروند وقتی دولت دموکراسی باید هر کس ببره حق حقوقش گپ زنه ما با یگون کس کار نگرفتیم ما برومیم گفتیم که سوید مونته ما برومدیم گفتیم که او مونته برومدیم گفتیم که مهاجرت مونای غربی مثل گپ یک کم تر مثل گپ سویب داشته باشین همین گپ رفتیم اون گپی زیاد نگفتیم برومدیم گفتیم زمین مون نفروش برومدیم گفتیم فقط همین حق حقوقمون گفتیم یگون گپی جنایتی گپ نزدیم ما نه که برومدن دلمون کردن خیلی رحمانوف وقت همین آدم که وقتی دیکتاتور شد ایو همه چیز انتظار شد بسیاری چیزا را 100%
من چون امروز این موضوع انتخاب کردم به خاطر که در رادیو آزادی وقتی نگاه میکنم همین خبر نشر میشه و من گفتم یک بار از حال همون بچه‌ای که بازگشتن یک بار صحبت کنم. وگرنه در اگر ما نگاه کنیم نه تنها مثلا هزارها آدم خودش بازگشتگی، آدمای زیاد خودش بازگشتگی، ولی اینا رو زندان کردن. یعنی تنها یک تعداد خیلی انگشت‌شمار را آزاد گذاشتن به مانند آیت‌الله گیلیایف، فضل سفرов، صابر ولیف، خب این چی نام داره دیگرش نامش گفتم مهربان ستارov، اینا را بیشتر انسان‌های دیگر شب برده زندان کردن. حتی از همین بازگشته‌هایش به من گفت که وقتی گفت من به تاجیکستان بازگشتم، گفت که ما ترا در اینجا نگاه می‌داریم و اگر که از نامه می نویسیم ایتانت که خودت بازگشتگی، چون اینا در عوض او آدم خودش بازگشتگی نه، در عوض این سو میگیرن، ما تو رو آزاد میکنیم ولی تو زیر نظارت ما میشه. گفت که همون خیلی چی کردن و نوشتن، من راضی شدم. گفت عریضه را نوشتن و در همین روند عریضه نوشتن روان کردن، منتظر بودیم. همینجا گفت مرا گفتن که فلان کار کن، من گفتم که نیمه کارا نمیکنم. گفت حاضر وقتا گفتم خیلی میکنم 20 سال 30 سال زندان میکنم. میکنی از اینم دویده میکنی. گفت دامجاش رفتم هم کار انجام دادم. گفت فرق نمیکنه براش، اینم هر کاری بگن در تاجیکستان بازگشتی اگر نکردی میبرن زندان میکنن، فرق نمیکنه. این حوزی هر همین بازگشته ها یک دونش در یک جلسه که بگه که من اختیار خیلی بهانه بکنه که من خیلی نمیتونم این جلسه نیام در فلان جا، این بگش که برات در فلان مجلس صحبت که تا اون بازگشته هایی بگه من نمیرم، تمام برام فرداش زندانش میکنن. یعنی همیشه باید در تعریف، در توصیف، در خدمت کردن به این خانواده، به همین حکومت، به این کثافت‌ها باید بمونی، وگرنه این برن زندان نکنن. این کثافت‌ها را زویر شه، محمریم شه، با یک دمودی حرامی دیگه دورن زین لوشه، محمد لوش مرد. من اینو را ای نزدیک میشناسم والله قسم. همین زایچی قطی شمس اینم پدنالا شوری کلیشگاش والله قسم ای خونشون اوتش شوری را کلخوس میدزید میوورد، شمس قطی زایچی ای خونشون میدزیدن میبردن میفروختن، ای پدرش ای خونشون میگیرید میبرد میفروخت والله قسم. ایو ایم اول دست به ناموس حرام خورده اومدگی توبه کردم خدا تو زیرا حرام خورده گشتیم. نخود در همین 10 میلیون همین 8 میلیون نخود یک بسعوده که نباشه در با فکری همون پدنالتی مالی رحمون که رئیس شهر شوه یا رئیس یک ولایت شوه، فقط خش تواری همو زویده سای بخشیش که بسیاری باید گپ زدیم، گپمون کم تر مشکل نداره برادر. ما اینجا در اومدیم تو بحث کنیم، تو ببینیم که چرا بچه ها یا تعدادش بازگشت و در چه حالت قرار دارن. واقعا هم حالت بچه ها نگران کننده است، به خاطری که تهمت زدن نسبت یک نفر دیگر را برده زندان کردن در حالی که گناه نداشته باشد، در حالی که حتی به یگون گروه هم نباشد. این بسیار بد است، چون ده ها نفر دیگر بدون یگون جرم حتی در کجای مثلا یک کمیته نوشتن، همچون یک انسان مستقل او را اتهام زدن، بردن به هر بهانه نسبتش پرونده باز کردن، چون او را مقامات هم از او پل میکنه هم از حکومت پل میگیره. همین خودی مقامات حفظ حقوق چیکار میکنن؟ پرونده نسبت یک کس باز میکنن و از کی را استفاده میکنن؟ همه انسان‌های بازگشته را میگن فلانی را میشناسم، نسبت پرونده باز میکنن و او را زنگ میزنن میگن تو باز بگرد. خب اگر اون نفر باز میگرده میگه اینقدر سوم بتی من تو را میبخشم، این قدر سوم ای میکنه، بو میاد حکومت میگه که نه من نفر در فلان جرم کرده بود، اینا من بازگردوندم ببخشش، و هم زبان میگیره و هم چیکار میکنه؟ ای حکومت پل میگیره. پل حکومت پل کی است؟ پل مو نیست مگر پل مردم است. یعنی ای از هر طریق اینو چیکار میکنن؟ مالی مردم، بودجه مردم هم میدزن میگیرن و همین بیچارهایی که بازگشتگن و اعتماد باور کردگن هر روز در گناه همین مردم شریکن. هر روز یک نفر نسبت اتهام وارد میکنن،
نسبت یک نفر دروغ میگن، یک نفر جونش رو در خطر میگذارن، یک نفر پشت پنجره میبرن، یک نفر ملکش رو در دست این ظالما میسپرن. ببینید زنده و سلامت باشین برادر محمد. تشکر از پیوست شدن به برنامه. سلامت باشین. شما نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون برادر یک بار دیگه من تعزیه بیان میکنم. برادر رحمت الله را جنت کنه و شایسته بیش کنه. یا کمتر عذر بسیار کمتر عصب و نورم بود. تعزیه نکردیم، تعزیه بیان نکردیم. در عمومی نویسونده بودیم و خیلی باید بار دیگه تعزیه ما را قبول کن. بله بسیار بسیار دردناک است برادرش، واقعا برادر شهید شد، ولی برادر دیگه وای والله قسم او را برادر خودم میدونم، همون شهید برادر جونی خودم میدونم. ای فرزندی پدر خودم دا خوبه که فرزندی پدر مرا یک بوزد مثال او آدم شهید ای پشتی مشیدگی، ای پشتی فرزندی مشیدگی، ای پشتی یک مردمی توجیک شدگی مثال دا با تهمت و با برهان او را بچرو را الله جورشون جنت کنه، شویسته بیشون کنه. زنده و سلامت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشی برادر محمد. تشکر از پیوست و دیگه برادر رحمت الله تشکر از پیوست شدن. حالا بیا به یک قضیه دیگه نگاه کنیم. حالا همین اشخاصی را که حکومت به هر بهانه به تاجیکستان بازگردان، من عکس اونها رو در رسمم در کلی برنامه در عکس برنامه گذاشتم از کسایی که بازگشتن و اینچنین عکسای اشخاصی را گذاشتم که با هر بهانه بردنشون در تاجیکستان در زندانشون کردن. اشخاصای مهم از زید سعید و کرامت شریف و عزت امان، سهراب ظفر، مقصود ابراهیموف، رحمت جان و دیگرها. اینجا این عکس گذاشتم، از این رسانه گرفتیم. عکسی از همونطور که میبینید در زبان روسی است. عذر میپرسیم برادرو اگر که این مطلب ما به زبان روسی برای شما آوردم، از شما عذر میپرسم. یا لازم یا لازم شیفت شد. متاسفانه چی پیوست نشد به شما، بخشش. اینه من از رادیو آزادی به شما آوردم، به زبان روسی است باشه. اگر این همونطور که شما میبینید، این بچهای گروه 24 یعنی سابق گروه 24 که به تاجیکستان گویا که بخشش پرسیدن به بازگشتن. اینجا شما میبینید فیض الله سفرов، مهربان ستارov، حالا ایناش از نو معلمان، حالا به هر بهانه چون این و اطلاق گیله خود اینجا 10 نفر دیگه در عکس ویدیو بود. متاسفانه ویدیوش پیدا نکردم، ولی این چی هست. Бывший член оппозиционной группы 24, которые вернулись в Таджикистан, обратились к Верховному суду и другим ответственным структурам РТЭ с просьбой удалить организации из списка экстремистов и террористических групп, так как они больше не угрожают безопасности страны. Мы призываем Верховный суд Республики Таджикистан и соответствующие органы власти в связи с снижением опасности группы 24 для государства и правительства Республики Таджикистан исключить организацию из списка террористических и экстремистских организаций. Говорится в обращении, опубликованном бывшим экстремистским организациям, бывшим участникам группы 24 Мехрубон Сатаровым на свою страницу в Фейсбуке. Она нигاه کنیم. اینا در اینجا درخواست کردن از دادگاه که گویا که گروه 24 رو از لیست گروه های تروریستی بردارن. اینا رفتن در تاجیکستان، حکومت بازشون گردان و خواست یک برنامه کنه که گویا که ما میتونیم گروه 24 رو به خود جلب کنیم و باز بگردانیم. من اینجا شما این رو ببینید. این از شاهینیان است، رئیس پیشینه دادگاه عالی. این حال دیگر شده است، همونطور که شما میبینید در رسانه. مقامات تاجیک میگویند که درخواست گروه 24 برای بازبینی پرونده هایشان رد کرده شد. شیر محمد شایگیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به رادیوی آزادی گفت که شماره از اعضای گروه 24 از دادگاه خواستند که قرار قبول دادگاه درباره اکستریمیسم و درباره اکستریمیسم دانسته
شدن این گروه بکار کرده شود. اما ما تشخیص کردیم که این تنها درخواست چند نفر از اعضای گروه بسیار بوده است و اعضای دیگری آن با پخش بیانیه اظهار داشتند که از هدف خود دست نمیکشند. به این دلیل دادگاه عالی قرار کرد که تصمیم قبلی را بکار نمی کند. همچنان رئیس دادگاه عالی به پرسش رادیوی آزادی که آیا نسبت گروه بسیار و حزب‌های دیگر که تندگرا و تروریستی دانسته شدند قرار دادگاه تغییر می‌یابد یا نه، شیر محمد شاهیان گفت که تا به حال این گروه‌ها و حزب‌ها برای تغییر فعالیت خود هیچ اقدام نشان ندادند. و گفته او گذشته از این مقدار گروه‌ها و حزب‌های ممنوع در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله روسیه به مراتب کمتر است. در حال حاضر تاجیکستان 17 حزب و حرکت‌ها، رویه‌ها و سازمان‌های تروریستی کشورسی اعتراف شده‌اند. در میان آنها خب دیگر گروه 24 و دیگر گروه‌ها است. این مطلبی است که در رادیوی آزادی نشر شد. همونطور که شما دیدید، یعنی اشخاصی که بازگشت به تاجیکستان رفت و بازیچه دست مقامات شدن و از مقامات خواستن که چیکار کنند، گروه 24 از لیست برارن و اینا یک برنامه داشتن اون زمان، ولی برنامه موفق نشد. برنامه اینا این بود که گویا اون زمان باید رستم امالی به سر قدرت می اومد و اینا کار میکردن از زندان باید 10 اعضای گروه 24، یعنی لیست اونها شمارهشان به 50 نفر میرسید، اون نفرها آزاد کرده شوند و این اشخاصی که اگه گویا که بازگشتن یک حزب گروه 24 دیگر میکشن در تاجیکستان و زیر برنامه حکومت کار میکنن و رستم امالی به قدرت میآید و یک نمون حکومت کم دموکراتی ترش میکنن و از این طریق میروند چیکار میکنن، حکومت اون مهر قانونی میدهند. تو اینه که بگن این مخالف در داخل وطن هست، این گروه 24 آمده است، این فلان بسمدان و اون اشخاص زندانیایی که در اوج هستن آزاد میکنن و میروند که در همون زمان مهر به سینه اینها زدن. این هدف اول درجه دادگاه عالی میگوید که گروه 24 بیانیه نشر کرد و در این بیانیه فلان بسمدان است، در حالی که این هدف این نیست. در حالی که اون زمان مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان که از فعالان مشهور هست و در داخل زندان به اینها پیشنهاد کردند که بیایید ما 50 نفر از اعضای گروه 24 آزاد میکنیم، فقط شما یک کار کنید که بخشش بپرسید، ما شما رو آزاد میکنیم. ولی مقصود ابراهیموف بخشش نپرسید، امضا نگذاشت، امیدجان صالحov امضا نگذاشت و دههای دیگر امضا نگذاشتند و بعد از آنکه اونها امضا نگذاشتند و برنامه حکومت عملی نشد و در اون زمان نتوانستند رستم امالی را به سر قدرت بیارن، باز چیکار کردن؟ از این عقیده خود دست کشیدن و دادگاه بعداً اعلام کرد که دیگر این حزب را از لیست تروریستی و اکستریمیستی نمیبردارم. یعنی بازم چیکار کردن؟ همون حرفایی که اینا زدن بازم این باره تهمت کردن. بیایید یک مطلب دیگر رو میبینیم. که چند نفر دیگه بازگشته به اختیار خود به تاجیکستان بازگشتن، بازم در تاجیکستان زندان شدن. من سرلوحه همی را ببینیم. این پیدا کردم، این ببینید، این چند نفر دیگر، یعنی 12 نفر زندانی شدن. 12 مهاجر تاجیک برای افراطگرایی، فقط برای چی؟ در زیلو اشتراک کردن. زیلو این کانالی بود که ما باز کرده بودیم و در اون کانال در مقابل حکومت گپ میزدیم. بیایید اینجا ببینیم. و اینجا خب گروه های دیگر هم زیاد هم باز کرده بودن، ولی به هر حال حالا گروه های اصلیش اونجا از ما بود. پسر 24 ساله محمد نصرالدینов дар мурофиае ки роҳ наёфт бо айби ифротӣ будан 5 сол маҳкум ба зиндон карданд. бор ман нисбати ба хабаргирӣ дар омадам, ман гуфтам чӣ хеле чӣ карди, мегӯяд ки салафӣ намоз мехонда, ин байд ба номи он худое ки моро ба дунё овардагӣ аст, ман фарзанди шумо фуруд шидагӣ набуд. 7 май дар боздоштгоҳи шаҳри Душанбе 12 муҳоҷири кориро додгоҳ ба зиндон маҳкум кард ва Ҷурабек Насриддинов писари ин мард яке аз онҳо буд. ҳукм баровардан фарзандам норозигим нисбати ҳамин судкунандаҳо ҳукм баровардан мисол адвокатҳо барои далелш ҳамин хай ки мо ҳамин хай гуфтем ягон далелш ё ки чира бо мо ҳамчун шинос шидани ба ҳамин далели гуноҳои ҳамино иҷоза надод. суд махфӣ бояд равад.
این پدر میگوید پسرش در روسیه راهساز بود. چند روزه برای دادن بیانات به دوشنبه آمد، اما او را متهم به جنایت کردند. شما اینجا رو خوب گوش کنید، خوب دقت کنید. نگاه کنید، میگه که برای بازپرسی از روسیه خسته است. یعنی نگاه کنید اینقدر برای بیگناهی خود، برای که در یگان جا هیچ کار نکرده است، مطمئن است که برای بازپرسی از روسیه خسته به تاجیکستان اومده است. گوش کنید اینجا رو دوباره. همچون شناخت شدن به همین دلیل گناه همینو اجازه نداره. سود مخفی باید. این پدر میگوید پسرش در روسیه راهساز بود. چند روزه برای دادن بیانات به دوشنبه آمد. چند روزه برای دادن بیانات به دوشنبه بازگشت آمد. برای چند روز فقط به خاطر بیانات دادن کارش رو پرتافت تا بیا بیانات بتیه و بگه که من یگان جرم نکردم. برگشت اومد. اما او را متهم به جنایت کردند. دو سوتکه پاییز خطی اومدگن. دادرسی پرونده گفته است پسر او جورابک نصرالدینов و چند نفر دیگر برای شهادت دادن دعوت شدند، اما معلوم شد گناهکارند. ما همین خبرتیم یگان دلیلش یا که چرا با ما همچون شناخت شدن به همین دلیل گناه همینو اجازه نداره. راه نیافتن خویشاوندان به محاکمه‌های دادگاهی با بهانه‌های پنهان داشتن اسرار دولتی یک مشکل عمده در دادگاه‌های تاجیکستان میماند. حامیان حقوق میگویند در این صورت شفافیت و عادلانه جریان گرفتن محاکمه سوال‌های زیادی را به وجود می‌آورد. این یک مطلب دیگر از رادیوی آزادی در همین موضوعی که ما گذاشتیم که برادر عبدالله خوش اومدی به برنامه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. آواز خوب است؟ 100% از برادر 100% آواز شنیده میشه. به همه تماشاگران ان شاء الله خیر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته اون چیزهایی که شما پیشتر گفتین این دقیق است و اثبات شده است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان کلا که یگان کس را نمیبخشند. خیلی امروز در رادیو آزادی یک نشریه حتی که نوار هم که از آلمان یک جوان که بودن با همین چی که با تکلیف عفو کردن. من یکم بار این شعر دیدم که این تکلیف کرده بیان که بیام او را عفو میکنیم و باور کرده است و به تاجیکستان برگشته است و با 14 سالی زندان و جوان چیکار کردن محکوم کرد، حکم کردن. البته یک جوان است، جوان یوش است، بگذار در آلمان کار میکرد. چیکار میکنید او که در آلمان کار در یک دولت که ترقی کرده پیشرفته همینجا کار کند، خیشو تباشه با خیشو پول فرستد نه؟ بله. لیکن این با کجا است، در کجای کامنت است، از همه اینجا اینجا چیکار کردن آغاز شده است در تاجیکستان. برادر عبدالله من بشنم. شما یه بار کامیراتون رو بکشین، به کامیرا گپ بزنین، به خاطر اینکه فکر میکنم که کاملا آوازتون چسبیده میاد. یه بار کامیراتون رو خاموش کنین، آوازتون بهتر میشود. خوب آواز خوب شد؟ بهتر شد. تا 100% شد چون آوازات کاملا ناآمدن. آها خوب، خیلی خوب. همون جوانی که با تاجیکستان بردن گفتن که ما تو عفو میکنیم، این جوان باور کرده است. البته برای چی؟ برای که مهاجرت خیلی سخت است، برای کل همه انسان ها مهاجرت سنگین است نه؟ فرقی نمیکنه در ازبکستان باشیم، در قزاقستان، روسیه یا که اروپا و آمریکا فرقی نمیکنه، زندگی بهتر هم باشد. این مهاجرت است، دور از وطن، پدر و مادر، یار و برادر، دوست. البته همه میخواهد که به وطنش برگردد. همون یک برده نان بسنده است، شکمی سیر آرامی در گرد و خیش تبار. لیکن همین جوان باور کرده است و چندین جوان ها هم خیلی باور کردن، رفتن و عاقبتش زندان شده. این جوان ها رفت از 14 سال حکم و چخیلی که این پدر سفید میسولی سال دیده میگوید که فرزندش در روسیه کار میکرد و اونا چیکار کردن؟ تکلیف کردن. این خیلی نواری کهنه است، دیده بودیم نه؟ همون از نوارهای کهنه است نه؟ بله. وقتی که میرود چیکار میکند؟ البته که باز این جوان هم چیکار میکند؟ با یک سالهای بیش از 10 سال حتی نکنم یا 14 سال و 15 سال زندان میکنن همین جوان هم. از برای همین
این ظلم بالای مردم نه اینکه دینه یا که یک سال پیش آغاز شده است، بلکه این ظلم 35 سال است که بالای مردمی تاجیکستان دوام دارد و من فکر نمی کنم که روزهای نزدیک این خاتمه یابد. تا اون وقتی که این نفرهای قاتل در حکومت هستند، در حاکمیت هستند، این ظلم خاتمه نمی یابد. از برای همین باید که مردم تاجیکستان بیدار شوند، مردم تاجیکستان بیدار شوند، حق و حقوق خود را هم در داخل دولت هم در بیرون دولت طلب کنند. امروز نه اینکه ما مردم تاجیکستان حق و حقوق خودمون را در داخل دولت طلب کرده میتونیم. از همون سیاستی نادرست همین خیلی کرده است که ما را یک انسان‌های ضعیف کرده است. ما حتی در بیرون از تاجیکستان نمیتونیم چی حق و حقوق خودمون را دفاع کنیم، از حق و حقوق خود دفاع کنیم. ما ترسانجک شده هستیم. میفهمید؟ گویا که اگر که ما دفاع کنیم، ما میدونیم که در قفای ما، گوییم که در پشت ما یک حمایتگری نداریم، ما به دولت باوری نداریم. حتی که مثالی گپ توجیه در حتی زن تو مردکی کلان اگر گویم، یک مردکی پهلوان، یک زن یا که یک عروسی ضعیف بیاید همین با شپلاق زند که وای جواب نمیتید. میفهمید؟ همون شپلاق تحمل میکند یا که حقارت کند و تاجیک چیکار میکند؟ تحمل میکند. برای چی؟ برای که اگر که جواب دهد چی میشود؟ مشکلات ایجاد میشود، نه از جانب مقامات و از روزگارها و غیره غیره. و وای میدوند که در قفاش یا که پشتیبانی ندارد، حکومت دولت و پشتیبانی نمیکند، وای مجبور کند میکند که تحمل کند. از برای همین ما را همیشه ضعیف کرده است. از برای همین ما باید که حق وقتی که ما همون یک حکومت عادل، یک قانون وقتی که درستی آیه می شود در داخل تاجیکستان و در حاکمیت گوییم که حکم درست تطبیق می شود، مردم حمایه می کند. چه که در قفای گوییم که پشت ورق آخرین پاسپورت نوشته شده است که این پاسپورت مالکیت فلان دولت است و این نفری که صاحب این پاسپورت است در زیر حمایه همون دولت قرار دارد، نه مثل که تاجیکستان. لیکن ما را میزنن، میکشن، گویم که بالای ما تجاوز میکنن، هر کاری که هست روا هست اون انجام میکنن. حتی که در همون عدل‌هایی که در روسیه، حتی که زن‌های تاجیک چیکار کردن؟ همون ازنسیلت کردن، نه تجاوز کردن. همین خیلی حادثه‌اش مثلا در رسانه‌ها همین چیز برآمد، لیکن یگان کس دفاع نمیکنه. از برای همین باید که مردم بیدار شود. بیداری مردم این گویم که خوشبختی آینده نسلی سالم جامعه است. بیداری مردم. اگر که امروز بیدار مردم بیدار که شد، آیسته آیسته چی می شود؟ حق خودش رو دفاع می کند. امروز استادیون های گویم که استادیون های بزرگی ملی و گویم که در سطح ریسپوبلیکا در دوشنبه نمی سازند، یا که تئاتر گویم که در مرکزی ریسپوبلیکوی در دوشنبه نمی سازند در میلیون ها دلار. در دیگر در حصار و در دیگر منطقه های دوردست مکتب های خوب می ساختند. اگر که حاکمیت در حقیقت صاحب عقل می بود، انسان های که با علم با مرتبه انسان های درستی، انسان های بهتری این فرزندان بهترین این ملت می بود، چیکار میکردن؟ غم آینده فرزنده های این ملت میخوردن. نه اینکه رقاصا و فوتبالیست و فوتبال هم خوب است، مشق و هر چیزی که هست، مثلا که ورزش خوب است، لیکن علم پیش از ورزش است. وقتی که مکتب های درست، فرزند های سالم، فرزنده های با علم به این چی البته که به منفعت دولت، منفعت دیار و منفعت ملت خیلی این فایده ناک است و فایده بزرگ هم دارد. همین گفتنی بودم. البته اینترنت ما ضعیف است، اینترنت هم خریدن سبحان الله ضعیف است. اینترنت واقعا شهرت کاملا موج دارد. یعنی از من خط شهرت هم میبینم در عوض اینه که اوضاع باز کنده میاد، وقتی کامیرات گریان میکنی بازم شهرت موج دارد. یعنی کاملا حالا در کامنتاری بچه‌ها
کامنتار بچه‌ها بنویسن که چهره برادر عبدالله موج دارد، چون من موج میبینم کاملا رو تخیره میکنه. اگر در کامنتار بچه‌ها بنویسن که مشکلات فقط پیش من خیلی دیدم میشه که کاملا ویدیو عبدالله هم خیلی موج داره در اینترنت. ان شاء الله که بخیر باشه. مهم که بر اومدید صحبت. بله من همین قدر حرکت میکنم که در برنامه اشتراک کنم، تماشا میکنم، لیکن حسابی که اینترنت که ضعیف است از برای همین نمیتونم. حتی که وای فای هم ضعیف است، باز رفتیم خریدیم اینترنت، باز اینترنتی چی هم ضعیف است. الحمدلله خیر است دیگه. مردم فکر میکنن که عبدالله در کجا باشه، فرار کرده چه رحمان رو ترسیده. نه ما در همین جاییم، فقط که از حسابی که اینترنت که نباشه نمیتونیم که در پیش برادرها باشیم. بعضی مثل قضیه ها هست که مثل در لیکن حساب که اصلا همین اینترنت هست همین باز آواز کم کم بزیب شد برادر عبدالله. تمام انشاءالله. خوب سلام زنده و سلامت باشه برادر عبدالله. آواز کاملا بود در اخیر بزیب زنده و سلامت باشه برادر. متاسفانه برادر ما عبدالله مشکلی اینترنتی دارن و مشکلات اینترنتشون بسیار عمیق‌تر بود و به همین خاطر ان شاء الله که کوشش میکنم و بهترش میکنن و برنامه بعد ان شاء الله پیوستش میکنیم صحبت میکنیم. برادر و هموطنان عزیز، من اینجا چند نکته دیگه رو ذکر میکنم پیرامون همین موضوعی گذاشتیم. موضوعی که ما امروز گذاشتیم بسیار یک موضوع حساس است و ما منفعت‌های بازگشت جوانان رو که بیدار هستند و در مقابل این حکومت بارها صحبت کردن، حرف زدن و برای انقلاب آماده بودن، در این موضوع صحبت کردیم. بازگشت آنها در تاجیکستان چی شد؟ آیا به جان آنها خطر نآمد؟ آنها زندان نشدن؟ در این موضوع صحبت کردیم. کلی سالی است که یک ساعت می شود و این حال من میخوام چند نکته مفاد بازگشت آنها را که به حکومت امام رحمانوف و ضرر آن را به خودی همین جوانان را ذکر بکنم که آیا و این علاوه بر این برای کسانی که باز میگردن حکومت رحمانوف مفاد از بازگشتی و به تاجیکستان چی میگیرد؟ ببینید، اولین نقطه که رحمانوف میخواد که کاملا تمام جامعه را کنترل بکند. این یک نقطه. نقطه دوم، کسانی که یک بار اومدن در راه مخالفت بودن و سختی ها را دیدن و در این راه مبارزه بردن و دیدن که جانشون در خطر اومد، هیچ راه دیگر به جز بازگشت ندارن. یعنی که اینا در جای میان که یا زندان و یا اینکه بازگشت. کسی که در این راه باقی میماند و او را تو یا ایجا میگیریم یا خیلی بیا به اندازه ما آزادی میتیم فلان کارات میکنم، ولی تو شکر که بیا در اینجا در خدمت ما باش. این خیلی آدم میتونه بعداً وفادارانه به تو خدمت بکنه، همچون یک انسانی که دیگه هر حرفش بزنی میکنه. چرا؟ چون زنجیر جتای دستی تو است و اگر هم که همون روز همون کار نکرد میبری زندانش میکنی. یعنی مفاد امام رحمانوف از بازگشت این جوانان در همین است که فردا اینها را همچون یک چون نسبتشون علاقه یک پرونده هست، یک مهر سیاه هست و اینا رو هر لحظه‌ای که بخواهد چیکار میکنه؟ به نفع خود استفاده میکنه. همین گونه ما در رسانه‌های مجازی دیدیم که از کسایی که بازگشتن به تاجیکستان واقعا نوارهای گوناگون و نوارهای زیادی در مقابل مردم مخالف کرده شد. و دوم، این اشخاصی که بازگشتن برای مقامات فایده مالی میارند. مثلا میبینیم تاریخ میبینیم ده ها نفر دیگر رو نسبتش پرونده باز میکنن در اساس این اشخاص. مثلا مهربان ستار رو میان میگن فلان نفر اعضای گروه 24 است، میبرن نسبتش پرونده باز میکنن، ده ها مبلغ از او میکنن میگیرن. فلان نفر است، میبرن او پول میگیرن. دروغ، فقط تهمت یک نفر مثلا میبینن پولدار است، نسبتش پرونده باز میکنن، میگن تو از گروه 24. من نمیدونم. خب اینا مهربان ستار رو چهار داده است، تصدیق کرده است، تمام، یا پول میبرن. یعنی مفاد این دارد که مردم رو بازم بیشتر زیر کنترل خود میگیرن. حالا ضرر این بسیار برای ملت بسیار زیاد است. ضررش همین است که هزارها جوان جسور این کشور با بهانه‌های گوناگون با اتهام اینها چکار کرده میشوند؟ پشت پنجره برده میشوند. اینا رو میبرن در اوج ذلت یک مبارزه در اونجا نشان میدن. و همین اشخاصایی که باز میگردن به تاجیکستان هر روز در مجلس ها در اینجا به چاپلوسی، به دروغ گفتن، به بهتان گفتن در نزد مردم متهم کرده میشوند. و یک انسانی که ایرا دیروز دیده بود که حرفای خیلی جسورانه میزد، حرفای انقلابی میزد و ادعا میکرد در تاجیکستان انقلاب است، ولی امروز رفته در تاجیکستان فقط دیگه کارش چی است؟ تعریف و توصیف از امام رحمانوف و از حکومت و چیزی که دیروز میگفت امروز ردش میکنن. و این نشان میده از این چیز ضرر و چیکار کند؟ ضرر به ابرو و شان شرف یک مبارز میرسونه. نقطه آخری است که
این برنامه همش یک نقشه حکومتی است که هیچ گونه در آن عوف وجود ندارد، هیچ گونه در آن بخشش وجود ندارد و هیچ گونه کار کرداری که اون میتواند به نفع مردم و جامعه باشد در اون نیست. همه هدفها کنترل کردن و زیر نظارت گرفتن مردم جامعه است. و اگر اینا بخواهند، مثال من یک پیشنهاد عادی به حکومت امروزه میکنم، اگر شما واقعا میخواهید همین مردم باز بگردن، همین ازاح را کاملا از بین ببرید و بگید که هر کسی که به تاجیکستان برمیگردد مثلا بنویسد در سامانه فیسبوک من از گروه‌های سیاسی که در تاجیکستان ممنوع دست کشیدن بازگشتم. خوب ببینید که مردم باز میگردن یا نمیگردن. شما آزادی را به مردم به این گونه بسپارید و اگر شما میخواهید باز بگردن، هزارها نفر امروز در اروپا هست که میخواد به وطنش برگرده. خب برمیگرده میره. شما بخشش پرسیدن بیایید اینجا برای ما گزارش بدید، بیایید ما با شما رو بازپرسی کنیم، این چی معنی دارد؟ و اگر شما میخواهید که مردم باز بگردن، مردم آزاد بگذارید، مردم خودش باز میگردن. هر کسی به شما اعتماد باوری دارد باز میگرده. چی در کار شما این گونه قانون و فلان و بیسمدان و ازاح؟ پس اگر شما واقعا میخواهید مردم به وطن خود باز بگردن، پس شروع بکنید. گروه‌های که در تاجیکستان ممنوع کرده از لیست سیاسی از لیست سیاه بردارید. حرکت سیاسی گروه 24، سازمان جوانان، حزب نهضت اسلام، هزارها حزب‌های دیگر از لیست تروریستی بردارید و بگید شما آزاد هستید، بر بگردید به وطن و ده‌ها زندانی که امروز در پشت پنجره است اونها رو آزاد بکنید. وقتی شما این کار کنید، مردم خودش برمیگردد به تاجیکستان و هیچ راه دیگری برای مبارزه باقی نمیماند و میریم در داخل وطن خودمون مبارزه میبریم. و اگر شما این کار را نکردید، هیچ نفری که در اینجا قرار دارد با شما اعتماد باوری نمیکند، چون این بازی های شما را میدانند، میفهمد. سهراب ظفر، نسیم جان شریف، مقصود ابراهیموف، میجان صالحوف، اینا همش باید آزاد کرده شون، آزادشون کنین تا ما باز بگردیم. 3-4 نفر از این شیرمردا رو باز بکنید، شما ما را در کنار اونها در تاجیکستان خواهید دید. پس یگانه کاری که شما امروز میتوانید بکنید که ملت و مردمی مخالف به شما باور بکند، این آزاد کردن زندانیای سیاسی، برداشتن تمام قانون‌ها، ازاها و جاری کردن اینه که هر کسی که باز میگردد باز بگردد. حد امکان اگر شما تو اون درجه که نمیکنید زندانیا رو باز نمیکنید و گروه ها را از لیست تروریستی نمیبرید، حد امکان اونها کاملا برداشت هر کسی باز میگردد بدون بخشش پرسی هیچی، اینا بیاد تاجیکستان وطنش آزادانه بیاد برود در خانه پدر مادرش و نسبتش پرونده وجود نداره. هر کسی که بازگشت و گفت من باز میگردم، دست میکشم مثلا از گروه های افراطی و که در تاجیکستان ممنوعن به گفت شما یا که افراطیان، که در تاجیکستان آزاد است، بگذار آزاد باشه. و اگر شما واقعا میخواهید برای این ملت خدمت کنید، چرا دروغ میگید؟ چرا فریب میکنید؟ چرا بهتان میکنید؟ چرا هزار ازاح و پیزاد خوش میکنید و 10 نفر دیگر میبرید با گناههای گوناگون زندان میکنید؟ آخه این ابلهی است، این دروغی است و این فریب کردن خود و فریب کردن مردم است دیگر. هزارها بیچاره را به همین گناه برده در تاجیکستان زندان کردید. هزارهای دیگر را به همین کسایی که برده در تاجیکستان گویا که بخشید نسبتشون پرونده باز کردید و هر روز پول مال اونا رو میگیرید. شما در همون بالا کسایی نشستید، میدونید که همین مهربان ستارov چند نفر را تهمت کردگی است. شما همیشه میدونید یا نمیدونید؟ مخامات میبرش، همون کارمندان امنیت میبرنش، با در جیبکش پول میتین، میگن این قدر پول برای کاره. 10 نفر به تهمت بهتان نسبت پرونده باز کرده است به شاهدی همین دروغگو. شما همیشه میدونید یا نمیدونید؟ مردم این چیز را میبیند و خیر. این قدر تهمت و دروغ گفتن بهتان قطعی پیش رفته نمیشود. دوستان و هموطنان عزیز، برنامه رو لایک بگذارید و شریک بسازید. ما طول 1.5 ساعت زیادتر میشه در پخش مستقیم قرار داریم. متاسفانه مشکلات کانال ما عمیق‌تر شده است و هر روزی که میبینیم که بازم بدتر میشود و ما باید کوشش کنیم که کانال رو بیشتر نظریات بنویسیم، بیشتر لایک بگذاریم، پدیلیت کنیم تا کاری کنیم که کانال ما بیشتر به اون وضعیتی قبلیش بر بگردد و بهتر هم بشود و ان شاء الله ما کوشش میکنیم که برنامه زیادتر به شما پیشکش کنیم و در خدمت شما بیشتر قرار بگیریم و پیرامون موضوعهای گوناگونی که ان شاء الله در آینده در نظر داریم صحبت کنیم تا اینی که حرف ما، نظر ما، دیدی ما به جامعه برسد و کمک از این طریق به جامعه برسانیم و بتوانیم از نسل نوین
بهترین کادرها رو در کنار خود قرار بدیم و بریم برای تاجیکستان آزاد مبارزه ببریم. ما فقط به خاطر یک چیز مبارزه میبریم، اونم یک تاجیکستان آزادی است که در اونجا همه مردم بتوانند با هم در کنار یکدیگر زندگی کنند. هدف ما تاجیکستان آزاد است که مردم و شرفمندانه سعادتمندانه زندگی کنند. ما نمیخوام مردم در ذلت باشد، در مهاجرت باشد، در غم و اندوه باشد، در ظلم باشد، در بیکاری باشد. ما میخوایم مردم سرفراز باشد، مردم شایسته هاش در سر قدرت باشند و برای بهترهاش چیزی بهتری هدیه کرده شود و برای مجرماش هم سخت‌تره و برای ظالماش هم اون قانون سخت‌تره که از همه چیز رها بیابیم. برای همین برادران و هموطنان عزیز و گرامی، من دیگر وقت شما رو طولانی نمیگیرم، طولی نه 1 ساعت 40 دقیقه میشه در پخش مستقیمیم. شما رو دیگر به خدا بسپاریم و شما رو در حق ما دعاگو باشین که پروردگار برای ما وقت بتیاد، فرصت بتیاد، نیرو بتیاد، انرژی بتیاد، سلامتی بتیاد که جسارت بتیاد که بازم در راه مبارزه بیشتر در خدمت شما قرار بگیریم، بیشتر مبارزه ببریم، بیشتر محبوب دلی مردم بشیم که بتوانیم مردم رو بیشتر با صحبت‌های خود جلب کنیم و از این طریق بریم به تاجیکستان کمک برسونیم که تاجیکستان نیاز به من و تو، نیاز به همه هموطنان دارد که به یک آزادی او را بیاریم برسونیم، وگرنه همین گونه رفتن میگیریم و ذلت ادامه می‌یابد. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه‌های بعدی به امید آزادی تاجیکستان آزاد رو همه ما شما انتظاریم و برای مبارزه میبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.